سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشین. آمدم که این یک فیلم درشون تهیه کنم از وقتی کشت زراعت منطقه در ترکمن. امیدوارم که چینل از رو پشتیبانی کنین. گندم هم بخیر رسیده دیگه، خوشه کده فهمیدی دیگه. وقتی خوشه گندم است و وقتی نزدیک بخیر کم کم بریسه و دیگه وقتی علف و سبزیجات است مالی دیگه خوب وقت است. سیب هم کم کم بخیر این قدری شده. اگر در تصویر بینگرید مشاهده کنید. سیب هم بخیر کم کم کتا کده خود را دیگه. وقتی سبزه کم کم در رشد نمو بخیر. امیدوارم این ویدیو از من مورد پسندشون قرار بگیره، خوششون بیه تا گزارش های جدید و تصویرهای جدید درشون تهیه کنیم از هر منطقه نقطه در ترکمن، از هر وقت فصل سال، بهار، تابستان، خزان. دیگه والی وقتی کشت و سرسبزی منطقه مالی خوب وقت است دیگه. کسایی که از وطن دور است تماشا کنید و از طبیعت منظره زیبای منطقه ترکمن علی خانی و ناشق لذت ببرین. تنباکو هم که بخیر این قدری شده. تنباکو هم نو در زمین گرفته کم کم دیگه.